سلام و درود. علیرضا فرزاد هستم، تحلیلگر بازارهای مالی. امروز میخوام نمودار قیمت دلار رو به صورت تکنیکال با هم بررسی کنیم. این نمودار قیمت دلار بر حسب ریال هست، تقریبا از 2 سال پیش، یعنی وقتی قیمت 43,000 تومان بود. خب ببینید، قیمت توی یک کانال سعودی، کانال آبی که من کشیدم، حرکت کرده و رفته بالا. کاملا مشخصه که سعودی سقف‌هاش رو همش رد کرده. یه سقف در کانال داشته تو محدوده 60,000 تومان، رد کرده. یه سقف داشته تو محدوده 72,000 تومان، رد کرده و همینجوری رفته سقف‌های بالاتر ساخته. ما توی تحلیل تکنیکال وقتی داخل یک کانال باشیم، چه صعودی چه نزولی، وقتی بشکنه اون کانال فیل میشه و میتونه در اون جهت خیلی رشد کنه. این کانال قیمتی اینجاها شکست، یعنی تو محدوده 80,000 تومان شکست و بعد یه رشد خیلی عجیبی داشت. الان قیمت با حالا اخباری که توی سیاست ها اومده به خاطر توافق و اینا، اومده به سمت پایین، یعنی حرکت کرده به سمت پایین و دوباره به کانال خورده. ما به این میگیم پول بک. البته نه اینقدر تیز، باد خیلی آرومتر میومد، ولی خب تحت تاثیر اخبار خیلی سریع ریخت به سمت پایین. تئوری که اینجا هست، با برخورده به این کانال قیمتی و اینجایی که داره حالا وایستاده، میتونه از اینجا دوباره به سمت بالا حرکت کنه، چون وقتی از یک کانالی میره بیرون دوباره به سقف اون کانال برمیگرده، دوباره نقدینگی جمع میکنه که بره به سمت بالا. پس از اینجا میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت دوباره بره به سمت بالا، حالا نه سریعا، ولی اگر نفوذ کنه به این کانال بیاد پایین، به لحاظ تکنیکالی میتونه تا 72,000 تومان هم حرکت کنه که وسط های کانال هست. تا اونجا هم به سمت پایین میتونه حرکتی داشته باشه. اما از طرفی پیش بینی نمیشه که قیمت خیلی هم بتونه بیشتر بیاد پایین. دلیلش هم اینه که خب ما یه چیزی هولوش تورم سالیانه 40%، 40 خورده درصد داریم دیگه. حالا خود بانک مرکزی اعلام میکنه 25-6%، ولی قطعا که خیلی بیشتره. بعد توی بهمن ماه 1403 ما دوباره چاپ پول داشتیم و نقدینگی. الان نقدینگی کشور بالای 10 همته، 10,000 میلیارد. و اگه بخوایم حساب کنیم که 2 سال پیش سقفش 60,000 تومان بوده، با 2 سال تورم بالای 40%، یعنی یه چیزی هولوش 80% این باید رشد کنه و الان باید قیمتش هولوش 100,000 تومان باشه. الان از لحاظ اندیکاتور RSI که شاخص خریدار و فروشنده هم نشون میده، خیلی توی اشباه پایینه، یعنی حباب منفی داره، یعنی خیلی به خاطر حالا اخبار و سیاست ها خیلی فروختن، ولی قیمت واقعیش این نیست. وقتی این اندیکاتور اینجاه کفه، یعنی قیمت واقعیش این نیست. وقتی هم که اینجا، یعنی باز قیمت واقعیش این نیست. اینجا حباب مثبت، اینجا حباب منفی، که چندی پیش تا 110,000 تومان هم رفته بود، حباب مثبت داشت. الان هم که هولوش 80,000 82,000 تومان حباب منفی داره، یعنی قیمتش طبیعتا این نیست. پس باید خیلی قیمتش بالاتر باشه. به فکر میکنم که چون نمیشه واقعا قطعی نظر داد، فکر میکنم که این کانال از همینجا میتونه آروم آروم آروم، یکم آهسته تر، چون برای خبرهای مثبتی از مذاکرات ایران و آمریکا هست، آروم آروم میتونه به سمت بالا حرکت کنه. تازه اگر ما رشد اقتصادی داشته باشیم، یعنی سال بعد هیچ تورمی نداشته باشیم، قیمت باید بره بالاتر از این عددها. این تحلیل من هست از قیمت دلار، هم به صورت تکنیکال هم به صورت فاندامنتال. صرفا نظرم رو گفتم، هیچ پیشنهاد خرید و فروشی نیست. امیدوارم که استفاده کرده باشید و خوشتون اومده باشه.